به نام یاد خدای مهربان. سلام و درود خدمت همه شما بینندگان و همراهان همیشگیمان. امیدوارم هر کجای از این سرزمین که زندگی میکنید حالتان خوب و روزگار و میل دلتان خوش. دوستان عزیز، ما امروز در ولسوالی شینواری ولایت پروان قرار داریم و قرار است زیبایی های طبیعی این ولسوالی را برای خود شما به نمایش بگیریم. امیدوارم که از این زیبایی ها شما لذت ببرین و شما هم اگر پلان دارین که جای سفر برین، این زیبایی های طبیعی وطنمان همیشه در خدمت ما قرار دارد و امیدوارم که تا آخر برنامه همراه ما همراه باشید و ما میریم در ولسوالی غوربند همراه هموطنان عزیز ما صحبت می داشته باشیم و همچنان زیبایی ها را برای شما میکشیم که تا باشد که شما از این زیبایی ها لذت ببرید. تا آخر برنامه همراه ما همراه باشید. از قسمی که گفته بودیم ما فعلا در دره غوربند قرار داریم، دره‌ای که 4 ولسوالی و 18 دره را در خود جا داده است و ما فعلا در ولسوالی سیاگرد ولایت غوربند قرار داریم. ما می‌خوایم همراه هموطنان عزیز خود صحبت داشته باشیم در رابطه با کار و بارشان، در رابطه با زندگیشان. میریم همراه دوست عزیز خود صحبت می‌داشته باشیم، با ما همراه باشید. سلام، وقتتان بخیر. خوب هستین؟ خوب هستین ان شاء الله. روزگار بخیر سپری میشه. سلامت باشین. میشه اسم خود بگین به ما؟ اسم من رفیع الله سروری است، از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد غوربند. رفیع الله جان سروری از ولسوالی سیاگرد هستین؟ بله. مصروف دکانداری هستین در ولسوالی غوربند؟ بله. ولسوالی سیاگرد البته. بله. خب شما چی در دکانتون چی به فروش میرسانین اکثرا؟ بنجاره و کولا و بایک و چیزا. بنجاره است. بله. خب میشه بگین در رابطه با بازارها، بازار چطور است؟ خرید و فروش است نیست و کدام تغییراتی آمده از گذشته تا حال یا خیر؟ بله، چند سال پیش بازارها خوب بود، حالی بازارها کم ضعیف است، مردم وضعیت اقتصادیش خراب است. بله. میشه برای ما بگین که در ولسوالی سیاگرد تمام امکانات پیدا میشه؟ مثلا کسی که از ولسوالی شیخ علی و سرخ پارسا اینا اگر چیزی کار داشته باشن مجبور هستن که تا چاریکار یا هم کابل برن یا همه چیز امکانات اینجا مساعد است برشون؟ اینجا است هر چیز پیدا میشه. چرا که ما دیدیم بازار خیلی جمع و جور شد، بازار خیلی گرم است، همه چیز امکانات پیدا میشه، یعنی نیاز نیست کسی باید چاریکار بره به طرف مرکز پروان بره. نه، هر چیز امکانات پیدا میشه اینجا در بازار. سلامت باشین. ما دیدیم کلاه قنداری هم شما به فروش میرسانید، قیمتا چطور است و چند نوع کلاه قنداری شما دارین؟ ما 5-6 رقم کلاه قنداری. اگر نشان بدم کلاه قنداری که کیفیتش هم خوب باشه و بالا باشه. خب میگه برای من؟ بله. قیمت ازش چند است؟ 500 افغانی. این در کجا تولید میشه و در کجا ساخته میشه؟ این در قندار تولید میشه، از ماندهی کابل ما میره. خب یعنی هر رقم از کلاه قنداری دیگه، از پایین شروع شد، از 100 شروع شده باشه تا از 50 شروع تا بالاترش که تا 500. تشکر، سلامت باشین. وقتتون خوش. سلامت.